وقت بخیر ریاست جمهوری میگوید انکار از مسئولیت حملات در شهرهای بزرگ استراتژی جدید طالبان مسلح می باشد که میخواهند فاصله بین دولت و ملت را افزایش دهند. سرمنشی ناتو میگوید احتمال شکست پروسه صلح افغانستان بعید نیست و تضمین کامیابی آن دیدن نمی شود. وی افزوده است یگانه راه بیرون رفت از جنگ افغانستان ادامه مذاکرات در قطر است. پلیس جرگه بودجه سال 1400 هجری خورشیدی را بنابر مشکلات جدی در این بودجه رد کرد. بیرون کردن 1131 پروژه ولایتی، در نظر گرفتن بیش از 13 میلیارد افغانی در کد احتیاط، جا دادن بیش از 2 میلیارد افغانی بار دیگر در کد 91 و 92 از مشکلات این بودجه عنوان شدند. افراد مسلح نامعلوم مسعود احمد، یک پیلوت نیروی هوایی افغان را در کندهار شهید کردند. منابع گفتند حمله بالای این پیلوت در حوزه 14 شهر کندهار صورت گرفته است. پلیس جرگه داوود سلطانزوی شاروال کابل را به سالنوالی معرفی و امضاش را فاقد اعتبار اعلام کرد. این در حالی است که سلطانزوی امروز به پلیس جرگه به منظور پاسخگویی حاضر نشد.